بچه اومدیم بعد از اون یه تمرین شاتگان کنیم. به شاتگان زدنم نمره بدید. با کنید نبود یه جوری چه حال کن شات چرا نشد. خدا چرا کندمشون اینا رو. دفعه رجوع کنم این دفعه رو میخوام بزنم عجیب باشه. اوکی رفقا یه مووه اینجوری خیلی عالی شد. شما چی میخوام به بخش شما تستیا بزنم حال کرد دیگه چی میخوام موومنت چیز جسپک موومنت ببین بی عشق شما هم که شده باید بابا هیچشات زدم اصلا جهنم رو ضرر حال کنید فقط سکوس میکنم خودتون دیگه ببینید. وای خدا با بچه اینجوری این آخری رو دیگه براتون بچه ها ببینید حال کنید فقط به اسم شما اینو میزنم. آها بنازه آجی های خوب ببین این یکی رو میخوام یه کار کنم. بچه 10 سال ما اینا رو میزنم فکر نکنید یا صدام زیاده یا از این کالا پلیر ما من اگه دیدید کامل زندم دارم اینو با این توکنای رایگان یه دور زدم دیگه آخری ها گردونه گاندامون شانسی بهم رایگان داد. اما ای خدا سلطان بنا زدم ناموسن زدم چطوری نموردی بزن تو داشت مثل اینه باسنک بزن نمیره سکن فقط دوتایی زدم دو بود اسپرسو دبل اینم از این اینم از این بزن همون دستی که من میخوام بزنم حال میکنی؟ یه بزن حاجی
هدشات ها. بابا زدم. تاجی بچه دارم اینجا تمرین است شاتگان میکنم که من بتل رو بیام مولتی. حالا بتل در اساس میخوام شاتگان بگیرم مولتی شاتگان نیستم بتل میرم شاتگان. اوکی آقا گوش نمیرسم میرم بتل شاتگان بزنم دیگه بین نوبا با شاتگان بر ندارم همینجور تیر هوا بزنم دیگه اینجوری بزنم یه ذره بالاتر بود یه ذره پایین تر بود. آها این یکی دیگه جبران کرد. شما اینجوری میشین داناش نوب شدم یه ها ببین نوب شدم یه سکوت اینجا یه تمرین نشونه گیری بزنیم اول این رو ریلود کنیم. اول شخص چرا نمیشه بناز ببینم این آقا سوم شخص به سره ریلود بزنیم راستی بچه امروز تولدمه چند ساعت دیگه میخوایم تولد بگیریم فکر کنم شایدم بمونه واسه فردا نمیدونم. تولدم 21 مرداد دیگه اگه این ویدیو یه روز تاریخش یه روز دیگه بود دیگه نمیدونم من. او بنازم چطور کرد بچه ها یکی رو نگاه ای نخورد دوباره. این یکی خورد ولی هدشات نه اصلا نمورد. شانسی زدم خواستم بسر کنم این یکی رو بزنم فکر کنم یه چیز مانند اینجا رو صفحه معلومه میخواستم اینو بزنم کنون زدم که نمورد اشتباهی اون اومد جلو دوربین اونو زدم. طرف هر وقتم میخوام بزنم بشین پاشو میکنم بشین پاشو نکنم وای اینو به خدا. خدا بچه دیگه ویدیو طولانی شد خدا